داشتم میگفتم که خیلی خیلی خوشحالم که امروز این بهانه دست داد که سه استاد بزرگ، آقای دکتر پناهی عزیزم، آقای دکتر طاهری، آقای دکتر پویانای بزرگوار در خصوص مباحث علم پزشکی و تندرستی و سلامت گفتمان میکنن و یک بهانه آقای دکتر پناهی عزیز دست داد امروز. آقای دکتر طاهری عزیز و آقای دکتر پویانا به توسط وزارت گردشگری و دعوتی که از در امتداد سفر آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهورمون به کشور تاجیکستان داشتن این اتفاق دست داد و یک برنامه رو برای بحث عمر دراز اگر اشتباه نکنم برای رساندن افراد به 100 سالگی برنامه دارن و دارن تدارک میبینن که دست به دست هم بدیم و به این مسیر، به این پلتفرم، به این شیوه مثلا دست پیدا کنن. البته خود من هنوز نمیدونم آثار مثبت و خدای ناکرده چه آثار دیگری میتونه داشته باشه. بحث این که جامعه رو به دراز عمری هدایت بکنیم، اینها مباحثش از جنس در اصل مباحث آورده های دانش، افرادی که سنشون زیاد میشن اینها دانشی که دارن با خودشون میتونن بیشتر انتقال بدن. در مباحث اقتصادی بسیار میتونن کمک میکنن، در مباحث سیاسی بسیار میتونن کمک بکنن. فقط از شما اساتید که اینجا هستید من یک سوال دارم. بله بفهم. در کنار تمامی روش‌های درمان که الان یعنی یک بیماری رو شناسایی کردیم و یک درمانی رو براش تعریف کردیم، درست، یک سری از بیماری ها هم که بیماری های از جنس رفتاری افراد هستش. یعنی شاید ذاتاً در جسم ما مشهود نتونیم یک بیماری جسمی نیست، بیماری جسمی نیست. من سوالم این هستش، سوال من این هست چه رابطه‌ای بین نیاز برای درمان چه جسمی چه غیر جسمی برای افرادی که متوسل میشن به ائمه، متوسل میشن به امام ها، درست، برای درمان یک موضوع، یک چیزی که ذهنش رو درگیر کرده، فارغ از اینکه یا جدای از اینکه بحث احترام به امام ها و پیشواهای خودشون رو دارن، چه عاملی باعث میشه که این افراد برای درمان، برای رفع مشکلاتشون و درمان مسائلشون دست آویز میشن به امام ها، دست آویز میشن مثلا میان به مشهد برای امام رضا، میرن به قم، میرن پابوس امامزاده ها. چه چیزی وجود داره؟ ارزم بودش. ببینید دو تا سوال رو شما فرمودید، من دونه دونه رو تفکیک کنم. یه سوال فرمودید که آقای استاد دکتر طاهری راجع به طول عمر و 100 سال و اینها یه برنامه‌ای داره، تز داره. من یک کم بیام عقب‌تر. بله. و اونم اینه که ببینید حوزه درمان در ایران حوزه آکادمیکه، حتی طب سنتیش. یعنی چی؟ یعنی شما بخوای هر مدل از درمانی رو در ایران انجام بدی باید با متولیان این حوزه صحبت. بنابراین روش درمانی اگر بر مبنای طب سنتی یا ما میگن آلترناتیو مدیسینه، یعنی طب مکمله، حتما باید نشست‌های متعدد با وزارت بهداشت داشته باشیم و خروجی بگیریم. یعنی باید از متولیش برای هر مدل رفتار درمانی در ایران مجوز بگیریم. یعنی هیچ طبیب خارجی حتی ایرانی نمیتونه خارج از اون پروتکل‌های درمانی کاری انجام بده. این به اصطلاح تخلف حساب میشه. این نکته. پس بنابراین اگر استاد برنامه‌ای داشتن مکتوب مترجم شده آماده، باید آماده کنن بدیم ببینیم راجع به درمان، راجع به طب مکمله یا طب نوینه، اونها نظر بدن، دعوتشون میکنن، میان میشینن صحبت میکنن، اگر به نتیجه رسیدن یه کار مشترک انجام میدن.
اگر به نتیجه نرسیدن میگن این حوزه در ایران قابل انجام نیست. این راجع به سوال اول. راجع به سوال دوم، ببینید این حوزه پیچیده ایه و فکر میکنم که کار نیم ساعت و 1 ساعت و 2 ساعت و اینا نیست. پیشنهاد من اینه که بسپاریم به اونایی که اهل فن نشن، یعنی نه من نه کسی دیگه دانش این حوزه رو نداریم. من چیزی که خودم دانش رو دارم فوری وارد میشم بله و دانشم رو فوری عرضه میکنم، هر جایی هم باشه دفاع میکنم. ولی این حوزه ما نیست. بله. خب یه نکته. حالا یه چیز دیگه هم من بگم، یه ذره فضا رو تلطیفش کنیم، عوضش کنیم به مدل دیگه. ببینید در ایران استاد دکتر طاهری عزیز مهمان ویژه ما، در ایران در دنیا ما 3 مدل زالوی طبی داریم. فقط چیزه، فقط آقای دکتر شنیدنیه این چیزی نباته. بله. آقای دکتر شنیدن، نمیخوام اینو خیلی کنم. در دنیا 3 جور زالوی طبی مهم داریم. زالوی طبی زیاد داریم و 3 تاش مهمترینه. بهش میگن 1 وربنا، 2 اورینتالیس، 3 مدیسینالیس. از این 3 تا زالوی مهم دنیا 2 تاش مال ایرانه، خاصگاهش ایرانه، وربنا و اورینتالیس. جالب اینجاست که ایران در واقع تامین کننده بخشی از زالوهای دنیاست که از طریق آذربایجان میره روسیه و صادر میشه به کشورهای اروپایی و کل دنیا. درآمد روسیه درآمدهای به اصطلاح در واقع چمدانیه. 18 میلیارد دلار روسیه داره از صادرات زالو در دنیا سود میکنه. زیرزمینیه. چه آماری؟ آقای کنستانتین سوخوف رئیس انجمن جهانی زالو درمانی که روس هم هست اومدن ایران. اون دوستی من هست، رئیس انجمن شلوغ درمانی روسیه هست. یه آقای کنستانتین عرض میکنم اومدن ایران، مهمان خود من بودن. من بردمشون 4-5 دانشگاه، ایشون سخنرانی کردن و عرضم به حضور شما که آقای کنستانتین اولین نشان انجمن جهانی زالو درمانی رو به من دادم، به یه ایرانی دادم و من الان تنها ایرانی هستم که عضو کانال اختصاصی آقای دکتر هستم در حوزه هیرودوتراپی. ماشاءالله. جالبه بدونید که ایران الان از نظر تولید زالو جزو معدود کشورهاییه که ما رسیدیم به صنعتی شدن، یعنی از مرحله سنتی تولید زالو خارج شدیم و صنعتی. حالا یه موقع استاد تونست بیاد مراکز وقتاش بیاد مراکز به اصطلاح پرورش زالوی ما رو ببینه، جذاب. حتما. خیلی خوب. یه موقع وقت کردید بیاد کلینیکای طب سنتی ما رو ببینید، بسیار جذاب. شما دعوت کردید حتما ما ما میریم. الان داریم دعوت میکنیم. یعنی الان بعد ان شاء الله. یه نکته، خب استاد من دیگه صحبتم